عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یکی از ویدیوهای دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یه پروژه‌ای که در واقع نمیشد توی کانال یوتیوب معرفی کرد و حالا خیلی حساس شده به پروژه‌ای که هم حالا اینکه رایگان هست و هم سرمایه گذاری. به هر حال یوتیوب خیلی حساس شده و ما اونا رو حالا طبق توضیحاتی که سنجاق کردیم بهتون گفتیم که مثلا یوتیوب خیلی سختگیری شده پروژه سرمایه گذاری و رایگان و هم مدام داره هشدار میده و گفتیم که حالا بیایم این همچین پروژه ها رو توی کانال تلگرام بهتون معرفی بکنیم. یه پروژه‌ای که در واقع هم سرمایه گذاری هست و هم رایگان، یعنی شما به راحتی هرچی ممکن شما میتونید بیاین حالا ربات رو استارت کنید و کاملا رایگان از این پروژه کسب درآمد کنید. خب روی قسمت پلی که بزنی ربات برای شما بالا میاد و به محض اینکه ربات برای شما بالا اومد اینجا برای شما یه مقدار ساب میکنیم تا بالا بیاد. بله، اینجا برای شما 1000 تا سیلور میده یا همون نقره و روی کلام که بزنیم دریافت میکنیم. حالا 1000 تا رو چی میشه کرد با این 1000 تا نقره؟ و میام اینجا رو قسمت بخش حالا فروشگاه، اینجا که مشاهده میکنید این صفحه خونه یا حالا منوی اصلی بازی هستش. همه حالا این گنجشگاهی که اینجا مشاهده میکنید یا اینکه پرنجایی که اینجا مشاهده میکنید همشون زندانی هستن و شما میاد روی قسمت حالا فروشگاه، اینجا با 1000 تا نقره که به صورت کاملا رایگانی که بهتون داده میان یک دونه از این حالا پرنده میخرید. خب و این پرنده برای شما اینجا طبق گفته خودشون هر ساعتی 42 تا از این حالا تخم مرغ برای شما میذاره. میام روی این قسمت خانه و اینجا مشاهده میکنید که هر دقیقه، یعنی هر 100 ثانیه برامون یه دونه تخم مرغ اینجا حالا میده و حالا هر موقع که به 100 تا رسید اینجا میان روی این قسمت کلیک میکنیم و برداشت خودتون رو انجام میدین، یعنی برداشت تخم مرغ های خودتون رو انجام میدین و تخم مرغ های شما میاد اینجا انتقال داده میشه و برای اینکه بخوایم بفروشین میان روی این قسمت کلیک میکنین و تخم مرغ های شما اینجا گفته حداقل شما باید 100 تا تخم مرغ داشته باشین تا معادل یک دونه کوین طلایی باشه، یعنی سکه طلایی بشه و اینجا گفته که معادل یک سکه طلاییه و یک مقدار هم سیلور بهتون میده، یعنی سکه نقره‌ای بهتون میده و اینجا گفته هر 100 تا تخم مرغ معادل یک دونه کوینه. خب کوین طلایه. خب پس ما اینجا یاد گرفتیم که باید حداقل 100 تا تخم مرغ داشته باشین برای فروش و برای اینکه بخواید برداشت کنین فکر کنم مقدارش مهم نیست، فقط برای اینکه بخواید حالا برداشت کنید و اینکه بفروشی با 100 تا هم میزان حالا فروشش همون 100 تا تخم مرغ هستش. خب اینجا مشاهده میکنید که 10 ثانیه دیگه اینجا برامون یک دونه تخم مرغ داده میشه، همین از حالا گنجشک زرده و این مقدار صبر میکنیم تا براتون حالا میبینید که یه دونه تخم مرغ برای ما داده شده. خب این از این. برای اینکه حالا بهتون گفتم که بخواید مثلا برداشت کنین اینجا ببینید که برداشت میشه، ولی اینکه بخوایم بفروشین گفتم 100 تا باید داشته باشین و اینجا ببینید که نوشته و اینجا ببینید که مثلا 4 تا جای تخم بیام مرغای بیشتری در واقع باز کنم، اینجا باید این قسمت لونه مرغ ها رو ارتقا بدم. مثلا برای اینجا گفته که شما حداقل 4000 تا تخم مرغ باید داشته باشی یا 200,000 تا سیلور که واقعا رقم خیلی بالاست، پس همین حالا رایگانی که بهمون داده بهتر. خب این از این قسمت بود. قسمت بعدی دوستان قسمت تسکا هستش. شما میتونید به صورت کاملا رایگان هم فعالیت کنید. حالا چطوری بهتون توضیح میدم. اینجا ببینید مثلا گفته شما یک دوست دعوت بدین 500 تا سیلور بهتون میده، 3 تا دوست دعوت بدین 1500 تا سیلور میده، 10 تا دوست دعوت بدین 4000 تا سیلور بهتون میده، 50 تا دوست دعوت بدین 12000 تا سیلور میده. حالا این دوستاتون هم میتونن زیر مجموعه خودتون هم بشن ها، با اکانت های فرعیتون یا شماره مجازیاتون میتونید به اکانت زیر مجموعه اکانت اصلیتون بشین. مثلا بیاین مثلا 5000 تا یا این 25000 تا این حالا مرغ ها رو بخرید که اینجا گفته هر ساعت برای شما 1160 تا تخم مرغ ماین میکنه و این واقعا چیز رقم خوبی هست. یعنی شما فقط با انجام دادن تسک هم میتونید بیاین مثلا این حالا مرغ ها رو باز بکنید، نه اینکه بخواید سرمایه گذاری کنید. قسمت فالو هم داره، 2 تا حالا عضو شدن توی کانال هاشون هستش که بهتون گفته 500 تا سیلور میده این هر دوتا و این قسمت هم حالا گفته که شما به محض اینکه حالا بیاین مثلا یه دونه مرغتون رو خریداری بکنید 250 تا سیلور میده. پس ما میایم اینجا کلام میکنیم و 250 تا سیلور رو بهمون داده و اینجا گفته جوجه قرمز رو باز کنیم فکر کنم و 50000 سیلور میده. حالا قیمت خود این جوجه یا مرغ حدود
600 آره 625,000 تا سیلور هستش و رقم بالایی هست و اینجا گفته اسپین بزنید که به ازای حالا $10 که شما سرمایه گذاری میکنید یه دونه اسپین رایگان داده میشه که حالا من بهتون پیشنهاد نمیدم که بیاین سرمایه گذاری بکنید. و اینجا هم گفته خونه هم لونه مرغا رو ارتقا بدیم و 25,000 تا سیلور دریافت کنیم. خب این از این قسمت. پس ما یاد گرفتیم که حالا با مقداری که برای شما ماین میشه تخم مرغاتون شما میتونید بیاین اونا رو بفروشید و اونا به صورت خودکار اینجا وقتی که میفروشید شما انتقال داده میشه به لونه مرغا و شما هر موقع 100 تا شد اینجا رو میزنید یا همین فروش و اینجا هر 100 تا رو میتونید بفروشید و یک دونه کوین بهتون داده میشه و حتی مقداری حالا سیلور هم بهتون داده میشه. ولی هر چقدر حالا مرغ داشته باشین تخم مرغ بیشتر برای شما ماین میشه. و این قسمت هم منوی باز میشه که اینجا زده کامینسون، یعنی به زودی قراره این بخشی باز بشه و اینجا قسمت رفرال هستش که شما میتونید بیان دوستاتون رو دعوت بدین از اینجا و لینکتون رو به دوستاتون ارسال بکنید. و این قسمت هم حالا قسمت همون گردونه اسپین هستش که بهتون گفتم به ازای هر $10 یک دونه اسپین رایگان بهتون داده میشه. و این قسمت هم قسمت برداشت هستش که به شبکه مختلف ترون و تون کوین و بی ام بی و لات کوین شما میتونید برداشت بکنید. قسمت برداشت هم که حالا پله هست. مثلا اگه شما بیان مثلا اولین برداشتتون که مثلا یک گلد هست که حالا یک گلد و مقدار خیلی کم یعنی از 1 سنت هم کمتره شما میتونید برداشت بکنید. برداشت بعدی تو مثلا 20 گلد هستش که با یه مبلغ بالاتری هست که میتونید مثلا برداشت بکنید. خب این اکانت حالا دوم من هست که من زیر مجموعه اکانت اصلیم شدم. حالا بریم وارد اکانت اصلیم بشیم که برداشت هم کردیم. خب اینجا مشاهده میکنید که من وارد اکانت اصلیم شدم و اکانت دوم هم زیر مجموعه اکانت اصلیم کردم. خب اینجا میبینید که من یه دعوت دادم و اومدم اینجا این تست رو انجام دادم و 500 تا سیلور دریافت کردم. حالا مجموعه موجودی سیلور من 1765 تا سیلور شده و 500 تا هم حالا سکه طلایی دارم. راحت میتونم بیام از این حالا مرغ زد رنگ رو بخرم که اما این کار رو نمی کنم. میخوام برم لول بالاترش رو بخرم، مثلا 5,000 تا رو یا 25,000 تا رو بخرم. با انجام دادن تسک ها میتونیم سیلور رایگان هم دریافت بکنیم و بیایم حالا مرغ های رایگان دریافت کنیم. و اینکه روی این قسمت میزنم و روی قسمت برداشت کلیک میکنم. اینجا میخوام ارز تون رو برداشت بکنم که من 500 تا سکه گلد دارم یا همون طلایی، ولی اینجا پله برداشت اولمون یک گلد هستش. پس به راحتی من میتونم بیام برداشت بکنم. میام روی این قسمت کلیک میکنم. اینجا آدرس رو وارد میکنم. گزینه اول آدرس تون کوینم رو وارد میکنم. خب اینجا میایم آدرس تون کوینم رو وارد کردم. خب و اینجا این گزینه مثلا گفته شما یادداشت بذارید که مثلا از چه طرفی مثلا برای شما ورود شده. اینا میتونید اختیاریه، میتونید خالی بذارید، میتونید مثلا یه اسمی بذارید برای خودتون. مثلا من گذاشتم درآمد ارزی داره. خب اینجا مقداری که میخوایم برداشت کنیم، مقدار گلدی که میخوایم برداشت کنیم که میتونیم برداشت کنیم در پله اول، یعنی برداشت اولمون یه گلد هستش. پس من میگم اینجا یه گلد رو وارد میکنم و مقداری که برای شما وارد میشه این مقدار تون کوین است. بهتون گفتم برداشتش پله هستش. میدونید دوستان، یعنی اینجوری نیست که اختیاری رقمی بیام وارد کنیم. برداشت پله هستش. مثلا پله بعدی برداشت دوم من 20 حالا گلد هستش و رقمی مثلا بالاتر از این حالا مقداری که میخوام برداشت بکنم. روی قسمت برداشت میزنم و یه مقدار هم ثبت میکنم. همونطور که گفتم واریزشون حالا نسبتا آنی هستش. اینجا مشاهده میکنین که مقداری که من حالا برداشت کردم در ساعت و تاریخش هم برای من داره میاره به صورت کاملا رایگان دوستان. من یعنی هیچ سرمایه گذاری یک ریال هم سرمایه گذاری نکردم. بله اینجا مشاهده میکنید که برای ما اینجا تو کانال تراکنش هاش یا برداشتیاش انجام شده و وارد تراس والتمون میشیم. اینجا هم مشاهده میکنید که برامون وارد شده. دیگه توضیح خاصی نمیمونه. خیلی ممنونم که تا ویدیو همراه بودین و این ویدیو رو هم تماشا کردین.